پدر ای پیری بر نادل، توی عاشق ترین دلدار. برای راحتی روحم به سرداری شوق کار، پناه با زبان تو مرا امید و دلگرمی. تو رحمان مهری آثاری در این دنیای بیرحمی. با قلبم مرهمی دردی و درمانی، با جانم سایه امید و ایمانی. در دو دنیا سربلندم از دعایت ای پدر، من کتابی نابی پندم از دعایت ای پدر. السلام علیکم بیننده های عزیز، تماشابینان عزیزی شبکه شهنام. امروز جمعی تبریکات شهنام در خانواده حاجی بابا فرقدکه مهمان هستیم که این شام البته در ساعت 12 شب 10 فوریه در آمد و در جشن زاد روزشان تبریکویی آمدیم. این لحظه های خرسندی را میخواهیم همراه شمایان به هم بینیم. امروز تبریکات را از نام فرزندان آماده کردیم، البته با راهبری آقای فرهاد. و این لحظه های خرسندی البته مانند هر وقت پیشکش شمایان میشود. با ما باشید، با شبکه شهنام. صحت سلامت باشید. السلام علیکم حاجی بابا، حاجی احمد. عذر میخواهیم که ناراحت کرده باشید. هزاران عذر میخواهیم که در این شام شما را ناراحت کردیم. این شام البته فرزندان عزیز با راهبری آقای فرهاد تیار کرده، گفتند که پدر عزیز قبله‌گاه خاندان از خورده قهرمانی زندگی من، تمامی هستی بود و نبود من، دوست بهترین من و در زندگی برای من نصیحت شد. خدا را شکر می‌گویم که پدر مادر چنین را برای من تحفه کرد. این شام پدر عزیز من صادرش دارد. خواستم شما از ما تبریک بگویم از نام تمام فرزندان، از نام دو شاکسر، دو دختر نازنین، از نام دوستان آقای فرهاد شما را تبریک می‌گویم. همیشه صحت سلامت باشید. مانند
ارجهای سربلند سمرقند ما مانند مناره‌های بلند سمرقند سربلندی رو برایتان آرزو داریم. برای شما حاجی بابا همه چیزها هست. البته تنها از خداوند آرزو می‌کنیم که در پیری و دولت پیری را در همراهی حاجیانه همیشه پیش شدن نصیب کند. همیشه صحت سلامت گردید. میگویند در دو دنیا سربلندم از دعایت ای پدر، من کتابی نابیپندم از دعایت ای پدر. یک قدم از گفتن بیرون نماندم پای خود، نزد یاران ارجمندم از دعایت ای پدر. در تمامی سال بارد بر سرم باران و برف، کوهساری بی‌گزندم از دعایت ای پدر. تا تو باشی در برم چون کوهسارانی دیار، از بلندی ها بلندم از دعایت ای پدر. امروز فرزندان میگویند که در سمرقند، در ازبکستان، در تمام روی دنیا از ما دیده انسان بایی نیست. چرا گفتم را پدر دارم قبلگاه خاندانم هست، مادر دارم که سرشار مهر و محبت، چشمه خشک نشونده مهر است و صداقت. همیشه صحت سلامت باشد. اینها به این درجه های بلند رسیدنشان از سببش دعای نیک شمایان را گرفتنشان است. شاید چقدر زیبا فرموده است اگر خواهی شوی سرور، دعا گیر از پدر و مادر. بیا بیر بام نامادر، دعا گیر از پدر و مادر. سیاه ابری همه غمها پریشان می شود هر صبح، بخندد وقت تو یک سر، دعا گیر از پدر و مادر. حاجی بابا و همراهی برادرم چندین بار صحبت میکنیم، میگم که تقدیر به دست زندگی پستی بلندی ها داشته است. هر بار همین پستی زندگی در سری ما بیاید، دشواری های زندگی بیاید، پیش پای پا میخونیم، یکان بار نهر دیدیم. بعد خدمتش را شنیدم که دعای نیک پدر، دعای نیک مادر مستجاب بوده است. خدا را شکر میکنیم برای هستیشان. همیشه صحت سلامت گردن. برای من بخت و تخت و دولت و تاج سری طلایی من هستند. زادروزتان میلاد عمر مولودی خجسته را برایتان مبارکباد میگویم. ای پدرجان، ای پدرجان خاک پایت میشوم، وقتی پیری من عصایت میشوم. با همه دار و نداری زندگی، روی حولی کفش پایت میشوم. حاجی بابا هر پدر را بچونی درجه ها رساندن و البته در نزدشان قوت دلش و رسیدگی انسان مادران هستند. حاجیانه این تعلیم، این تربیه و البته این خیلی انسان های اصیل را با باید رساندن، تعلیم و تربیهشان در دست شما است. میگن مادر تو شهر بهترینی من، تو عطر یاسمینی من، تو ماهی نازنینی من، خدای در زمینی من. ایا مادر فدایت من، ایا مادر فدایت من. بمیرم من برای تو، نهایت کس به جای تو. همه دنیا نمی ارزد مگر به خاک پای تو. ایا مادر فدایت من. حاجیانه میخواستیم سر اول یکتن یدهای نماز نیکتان را برای حاجی بابا شنویم. مرحمت. السلام علیکم. نام شما مبارک. شما بتون فرد مبارک. برای امروز روزی مولود، روزی شکرانه همسرم و حاجی بابا، من از نام خودم، از نام عائله‌ام کسب صحت سلامتی عمر دراز فراغ می‌طلبم. همه وقت سری فرزندان و سری نبیره‌ام به دعا که گناهان پشتکشته نکنند از الله مهربان می‌طلبم. همه وقت شکرسان کسی کارتون خدا برکت کرد، شکر کنید مرتبه‌تون عیناً بلند شود و سری آقام همه وقت سلامت شده کردید. بزرگوار تبریک میکنم روزی مولودتون کردید. رحمت و ارزوی فرزندان میخواستیم نزدیک فرهاد سخنهایشان رو شنویم. مرحبا. شما دیدان مبارک. برای امروز سببچی جشن روزی فراموش نشونده که پدر مهربانم زادروز دارم. پدرجان بجا با سلامت سلیمان و دعا گویم
خوش و سالهای سال همراهی مادر مهربان داغون خوش ببردتان هیچ وقت درد و غم نبینتان دویم صبر سلامت قسمتنا از الله مهربان میپرسیم دویم صبر سلامت گردتان بار دیگر تبریک Rahmat, teşekkür ederim. Aziz Akana, Aziz Akana merhaba, ben şuraya teşekkür ederim. Rahmatullah, assalamualaikum. Alhamdulillah, berdoa dengan doa membaca. Allah sering membantu beliau kos dan memberikan rozak. Hamba yang khusran di bawah sangat semua majlis dari hujuma hamba amin idoin khusran di bawah bahkan saya malah sama-sama sering membantu beliau kos dan berdoa. Sering dia naik sering orang sering naik komisi idoin hamba dan berdoa sama malah sering membantu sama-sama beliau dan berdoa membaca. Rahmat, teşekkür ederim. Sohbetimiz mübarek olsun. Memberilerimizi fırsat vermek mübarek olsun. Ve albatta ekran farzandan tercih şirinler olmayı, azot tanavur bekleyin. Bu arada memberize Justin Bilal programı mübarek olmayı. Hocana çan sonuçlu peşten geçmek. İnsan çan sonra gitti. Karib 50 sonra gitti. Çil sonra gitti. Hocana çil sol peş. Kompri nabudan tüyoba. Nabu, işte langsung nabu. Gurdastai kalau lagi film badamu tüyoba kanan havli hoy zeboba. Hozi bosok farzandan megiyor ki anamın anamın hoya son namona. Hama omuz hoya şunama cöme havam mevşone. Anamın çil sol peşte safar mekremo her diyoto. Ondan di jawan ho. Yak je şirinir o mekredo. Barazan namuni farzandan tanavur bukne. Bahwa, biar itu nazikta. Zodris mübarek olsun. Сегодня кайфы танцы без ограничения. Понедельник и среду не без разницы приеду, потому что день особый. Но того календаря, хоть на Азе, хоть на Порше, хоть на Жигули, на Польше, ничего не надо больше, просто быть возле тебя, ничего не надо. Дом рождения, для тебя мое настроение, ты сказал мне только лучше, в этом нет сомнения. Я не Пушкин, не Есенин, я стихами не умею. Я могу лишь по-простому, но от сердца пожелать счастья, радости, здоровья, дачу где-то в Подмосковье, чтобы на твоем столетии вновь могли позажигать, чтобы на твоем столетии все могли позажигать. С днем рождения, льются поздравления. Здесь сегодня кайфы танцы без ограничения. С днем рождения, для тебя мое настроение, ты с годами только лучше. Şirin Şavat, Şakar Şavat. Iloho az hamma obod boshe. Ba nasli pursharar dunyo boshe. Nadida dog'u dardi zindagi hamisha misli imroza kelin domod boshe. Rahmat, teşekkür. Asal
Dali boboş, şakari boboş. Kani? Namirjo, Nabirey baba, mübarek olsun. Gelin o. Kani mayet, mobay. Ayakta. Kontrol et. Kani jero itu kan apa nih? Hari ini? Para belakang saya datang. حاجی بابا خدا کند که سال 20 ساله شوید در دم پیری از سای دستان لرزان فرزندانش ما باشد. این لحظه ها با یک طوری کلام دارای نامش شهنام است. در آن لحظه ها در هر یک زرورکانش مانند شما انسان‌های اصیل را با مرور می‌سازیم و در اینجا اپراتور ما در خدمت هستند. همراهی فرزندان کریم ها خوش تا یک جهت رسم می‌گیریم. باز یک سورپریز هم هست برای شما کش می‌کنیم. تا آن دام باشد همراهی فرزندان سر و همراهی شرایطی در اینجا اگه فراد هستند عروی سفان رسم گیریم و این اسمی باید فرزندان را تکلیف بکنیم. برنامه الحمدلله عزیز و مهربان این روز تولدتان مبارک شود. دعای مستقیم هم فرزند و نبیرم و با همراه مادرم صحت سلامت باشدان و گویم باشدان. جلوی سریعا مروت شد آفتاب بینام باش دارم دعاهای منقدیم هم همراه برای دوام که حجی دوام رفته با جامعه حاجی بابا شدن خانه آقا مهربانه باز یک بار زیارت کرده آمدن نصیب و راضی کند باز دیگر روز شکرانه‌تان مبارک شود. Dialog باید که همراه یک شیره کنیم خیش و خلمی سالنای شیرلی عشق در دل شعله صبحی سعادت بوده است. عشق در دل شعله صبحی سعادت بوده است. عاشقی احساسی بخشش‌های قسمت بوده است. در جوانی عشق بود و دولت و دنیا نبود. آن همه به دولتی ها خوب دولت بوده است. بس که از پای روان ماندیم حسرت می‌خوریم. از پای خوبان دویدن هم غنیمت بوده است. در فلک جستن ستاره صنعت است و در زمین خویشتن را گم کردن نیز صنعت بوده است. آدمی بعد از زمان عمر می‌فهمد که عمر یک نظر بر آسمان با چشم حیرت بوده است. بهترین گنجی که آدم یافت در سیم و زر است. بهترین گنجی که گم کرد او محبت بوده است. محبت نه تنها عشق برای زن است. محبت برای پدر مادر، برای وطن، برای خداوند کریم است. بگذار اواخر این محبت فرزندان از این هم زیاد نشده. پدر مادر تاجی سری که لای فرزندانش نگشتن نصیب کنند. ببینیم اگر سورپریزی ما تیار باشد به حوالی برای من همراهی حاجی بابا حاجیانه برنامه باز یک سورپریز زیبا داریم و افتخاری شمایان این شام همون ستاره های آسمان را به خاندان شما تکلیف کردیم. ما رفتیم
از میگه همسایه شاید بوی عطر باره شکست جون و تنم در شب به اون ستاره غم اسم منو صدا البته از آن حسین تو محمد شد صادرش مبارک باشد در خیلی فرزندان همیشه صحت سلامت باشد برای انسانیان از همه گنجینه بی‌بهاترین این صحت سلامتی است همین گنجینه شما رو بسازد برای دیگر مبارک باشد اینک بیننده های عزیز امروز چقدر که همراهی شمایان به هم دیدیم یک لحظه های پر از احساسات را در این خاندان پرفیض اینجا سمرقند است. اینجا انسان‌های دل پر از شاد، دل پر از آرزو زندگی میکنند و میخواهند که پدر مادر را در این روزهای خرسندی شاد کنند. با ما باشید، با شبکه شهنام خود را احتیاط کنید.